خوش با چه قرار آمدید؟ سلاحتون رو پایان نکنید یا اینکه دخترتون رو پرانم. گوش کن برادر، باز میگویم وقتی که ما اومدیم پدرت مرده بود، هیچ کار کرده نمیشد. اکنون قبول کن پدرت مرد، هیچ کس گناهگار نیست. فهمیدی؟ من هم مادرم را از دست دادم، خیلی غم خوردم، خیلی زیق شدم. چه خیلی که فهمیدی حیات تنها برای تو مشکل نیست، این را قبول کردن مشکل است، لیکن حقیقت است این. متاسفانه پدرت مرده است. پرتو سلاح را، پرتو به من ده، باور کن. خیلی زیق شدم. بده. همدردی مرا قبول کن. خدا بیامرزدش. صبر جمیل. یاشار پسرم چیکار کردی تو؟ شد آرام شو. آرام شو. دعوای سنم راست است عمر. سنم به تو چی گفته است نمیدانم، لیکن این رو دان که من تنها تو را دوست می‌دارم و همه وقت تو را دوست می‌داشتم. این خیلی باشد. هیچ چیزی وضع نشده است. تو او را نجات دادن خواستی همین طور. با سنم علاقت رو میکنی و ما میتوانیم همش رو از سر نو شروع کنیم. آخر لیکن سرما، اگر از سنم جدا شوی به گپای تو باور میکنم، یعنی تو عوض نشده ای. من هم همش رو فراموش میکنم، کوشش میکنم عمر. جدایی را خداوند دوست نمی‌دارد. عائله دار شدن معنای آن را دارد که حیات نو را به دنیا می‌آری. جدا شدن رشته حیات و امیدهای این حیات را کندن است. هر عائله که برپا می شود این یک نوری حیات است. با این نورها قلب مردم روشن می شود. با این نورها انسانها خرسند و خوشبخت می شوند. جدا شدن باشد معنای آن را دارد که در بین مردم داغ‌های سیاه پیدا شد. خانه دار شوی، عائله برپا کردن، این یکی از رسالت‌های مهم انسانی است. در نزد خدا وعده دادن است. جدا شدن از وعده داده برگشتن است. به هر گونه فکر و عقیده مردم حرکت کردن هم خوب نیست. عائله را که برپا کردیم مجبور هستی آن را در پای داری. چقدر تهدید باشد هم، چقدر خطرها باشد هم، باید دانست که هر تهدید یک سوال امتحان زندگی برای ویران کردن عائله است. ببخشید خانم دکتر، ببخشید آقای دکتر، من از علم چی کار کردنم را ندانستم. بیا رفتیم یاشار، رفتیم. خیر. بیا رفتیم دخترم. وای بی تو دختری بیچاره میمرد. دختری مرا سوزاندی، اکنون او را هم میسوزانی. با او یگان چیزگویی دخیر. امک آقای عمر یگان گناه ندارن. چخیلی که شما فکر میکنید ما نگریخته ایم. وقتی که ما وظیفه‌مان رو اجرا میکردیم یک کاری سهو شد، بیهوده غم خوردید. بیایید رفتیم پدر. پنهان شو دخترم، پدرت اومد به فکرم. پنهان شو. چی شد ینگا جون؟ علیه درو کشو دخترم. بیا نمیگذارد سرجان، دشمن نمیگذارد. روبرویشون نمیخید راست میستم. از چنکله نمیگذارد. چی میکنی پسرم؟ اجازت نمیدیم. از چنکله نمیگذارد. کی بوده است؟ ینگای فردوس آمدند. درید بچه به خونه‌تون خوب کنید. نقشم رو خیلی خوب از خود کردم مادر جان. زود به اتاق رفت. وقتی خوب شد
میدونید سرجان من کبوترها را دوست می‌دارم. در دهه‌ام من به آنها دام می‌دادم. آنها به من رام شده بودند. سنا دخترم گفته هایم رو فکر کردی؟ پسرم رو میبخشی همین طور نه؟ فردوس مجبور نکن. میدونیم تو خونه آمدی، احوالت رو میدونیم. تو هم احوالی ما رو فهم. اکنون دخترم رو عذاب نده، احوالش رو بین. پسرم رو میبخشی فردوس تو چی نمیفهمی مگر؟ شکایتت رو پس گیر. میفهمی چیزی که شود کاردار نیستم، وگرنه میدونی چی کار میکنم. سردی فردوس خدایا چی شد به این زن؟ زیخ نشوید ینگه جان. خدا توبه یا توبه. من میکشویم. چین دخترم. گرسنه موندم. خیلی گرسنه موندم. یگان بریدن نان بود که میخوردم. شکمم بپوشم. پسرم باز گرسنه شدی؟ کمی پیش فروغ نخوردی مادر؟ ینگه تقویم با فکر تو بودم. کنی دخترم پینهان شو پدرت آمد. کنی زود پدرت نبیند. کنی خوش آمدی. لجامی عمر رو کشیده نتوانستیم. اکنون به سرمون میبراید. نگریختم، بیهوده رفتیم. یک دیوانه آنها را داشته است، لیکن یگان چی نشده است. سرما به خانه اشان رفت، عمر هم رفت. صدقه؟ چرا خواده برین در اینجا راست ایستاده ای؟ هیچ چیز نیهوشیم، هیچ چیز. چنکله رو نمیگیرند. مایلش نمیگیرند. یک طرفیست. هیچ کس مرا گوش نمیکند مادر جان. اما سنم در کجا؟ یک چیز میپرسیدم. سنم گفتی؟ اما سنم در اینجا چیکار میکند؟ البته در خانه است. از من پرس، من جواب بدیم. هاشم جان بچه ها امای سنمشان رو خیلی یاد کردن. من نگفته بودم که نومی وای دختر را در این خانه به زبان نگیرید. اوف نمیگیریم آقای هاشم، نمیگیریم. ابا فکرم تو خیلی گرسنه مونده ای ها. من چنان خوراکای با مزه تیار کردم که خوراکای دوست داشته. راست میگویی صدقه؟ راست میگویم. شکمم خیلی گرسنه مانده است. چه خیلی که میگوید دلی من در میده اش است. با خدا جانی من در میده هم است. در میده هم میفهمم. کنی بیارتیم خوراکای با مزه پختم. برای چی این خیلی شد سرجان؟ صدای تلفن است؟ شاید که یا خوب باشند. کمی پیش به من زنگ زده بودند. ماشینم ویران شد. امشب در یک خانه میستم. خواطیر نشو عمر. عمر گفتنی آدمی پست با تو یگان کار کرد دخترم. گپ زن، من مادری تو هستم، از من پنهان نکن. التماس مادر چند مرتبه بگویم من خوبم، هیچ چیز نشده است. حلیمه سرما رو به حالش گذار. من گرسنه‌ام، یگان چیز تیار نکردی؟ خدایا حمزه از غمی بسیار خوراک پخته میتوانستم مگر رفتن نان و پنیر گرفته خور. خدایا توبه. اوف نگوی حمزه، اوف نگوی. من پگاه سحری بر وقت به تو خوراک میپزم و باز میدانی چی؟ از همه خوراک دوست داشتم. روزی گذشته دیدم در نزد زمین هایمون زنبورق بوده است. سحر بر وقت به آنجا میروم، برای تو با دستان خودم جمع میکنم، بعد میپزم. بعد نخورو بین. میخوری همه ترنیه؟ حلیمه میخوری، آخر تو زنبورق را دوست میداری کو؟ وای میانمه. این دردی میان مرا یگان روز میکشد. به سرمای تو نشان دهم میگویم دارو نویسد، لیکن هیچ وقتم نمیشود. یک روز به خانه ما بیا، به سرما نشان ده. ما همسایه های نزدیک هستیم، شرم نکن بیا. سرما هم دخترت میشود. مایلش خوب میوی. خدای توبه. انا در آنجا یک زنبورق کلان بوده است. کنی رفته بینیم؟
رو از اینجا کنیدم حلیمه احتیاط شو بیگازم رو از اینجا میگویم حلیمه خدا جان توبه حلیمه خدایا من چیکار کنم حلیمه من تنها تو رو برآوردن نمیتوانم بس اون مثلا زدن لازم آقای دکتر بیماری که در اتاق هفتم است من میبینم باری دیگر بینید سرما چی شد؟ با سنم گفتی که از او جدا میشوی. هنوز سنم رو ندیدم حتی به خانه نرفتم سحر بر وقت جیغ زدم به جراحی در آمدم سرما کمی فرصت ده واقعه پسی واقعه شد از سپویش نمی بردارم آخر وی حامله دار است موضوع جدا شدن رو با او آهسته میکشایم میلش سرما خانه دار شدن آسان بود لیکن همین خیلی که پا همون وقت هم باید میشد همین قدر زود خانه دار شدید که این چه خیلی سرعت بود که تا حال من نمیشود عمر من حیرانم با سنم باید گپ زنم با او باید فهمونم یگان نافهمی نشد با سنم چقدر مهربان هستی کاش با من هم همین خیلی مهربان میشدی گوش کن سرما سنم کودک دار میشود در اینجا درباره یک کودک و حیات او گپ میرود در این خیلی وضعیت همه چیز را پرتافته رفته نمیشود هیچ نباشد کودک رو باید فکر کنیم البته باید فکر کنیم این رو در بین مردم به چشم خاک پوشیدن میگویند آقای عمر یعنی کار رو مشکل کردن میخواهید و باز میخواهید که من به عشق شما باور کنم همین طور شما با من مسخره بازی میکنید سرما تشکر آقای تیمور تشریفتان ما رو خیلی خرسند کرد صبح بخیر صبح بخیر خانم سرما شما شناس هستید؟ البته شناس هستیم همینطور نه خانم سرما بله همینطور آقای تیمور با بیمارخانه‌مون کمک خیلی کلان کردن سلامت باشن اکنون وعده دادن که تجهیزات‌های لازمی را برای بیمارخانه میارن تشکری زیاد این محله من هم هست من برای کمک کردن به اینجا آمدم برای به محله هم کمک کردن بله اولاد آقای تیمور پیشتر در محله ما زندگی میکردن التماس میکنم خانم سرما با آقای تیمور بیمارخانه را نشان دهید کمبودی ها را با چشم خودشان بینن بهتر است مایلش خانم سرما شما رو در تلفن میپرسن تعجیلی با اجازت مرحمت خانم سرما الو چی؟ در کجا گفتید؟ فهمیدم حاضر میآیم چی شد خانم سرما؟ مادرم به کدام یک چقوری افتیده است خدایا پدرم را باید یابم با پدرم خبر دادن لازم کجای نباشد شما رو میبرم خانم سرما ماشینم در بیرون است بیاید زودتر روید از چنکله نمیگذارد چنکله را به دشمن نمیدیم نمیگذارد آفرین پسرم رفتیم ذهنتون رو زیاد کنه تشکر بیبی جان خداحافظ بچه خداحافظ بیبی جان خداحافظ خیر خدایا دخترم پدرت نبیند به خونه میروی بله مادر به مکتب هم میروم اکنون گریختنم لازم نمیشود دخترم عمر این خیل خطا نمیکند فهمیدی در پوش رفتم اوف چی شد هاشم چی شد؟ همه رفتند البته رفتند چی گفتنی بدم گوش کن ریشم رو گیرم میگویم نه به این نمودت عادت کردم باز تا بروی بریشت عادت میکنم که جوان میشوم زنک اکنون 20 ساله میشوم یک بار تنگشه و بکسه هم درم یکی ببینی که دخترها از پسم شدند آشین چی شد با تو؟ جوان میشده است زنها دخترها از پست میشوند توف با قد و قامتت شرم کنه زود قهر نکن صدیقه شوخی میکنم من با بالای تو گل میپاشم اگر صدیقه عاشق من هستی همین طور چی ها میگویی تو از سین سالت شرم کن یا خدایا توبه هاشی چی شد با تو هاشی؟ خدایا با میشه که سنم رو دیدم چی خیلی با سنم در خانه خودش؟ راست این دختر من رو دیوانه کرده است رفته با عمر خانه دار شد
از غذا بکنون به نظرم می نماید. اوف اوف به نظرت نموده است. خدایا کاش که به مادرم هیچ چیز نشده باشد. غم نخورید، حاضر میرسیم. شما با من فقط راه را نشان دهید. مایلش حاضر برای کلان که بر اومدید به طرف چپ گردید. فهمیدم. به این طرف، به این طرف، مادر اینجا بیایید. ها ما اینجا بیایید. خدا رو شکر. مادر بیایید زودتر. مادرم در کجاست؟ انا در آنجا. بچه ها افتید. زودتر. خیلی الان به شما زنگ زدم. زودتر مادر. خدا خانم سلمان، ما با ویزم برو جمع میکردیم که نخواست سگ حمله کرد. میگریزم گفته بچه ها افتید. مادر به فکرم بیهوش شده است. باید فراماده او را براریم. هیچ گپ نه، او را میبراریم. من از ماشین رفته بند را میارم. زودتر مادر جان. الو پدر مادرم بچه ها افتیده است. زودتر بیایید. янгаи фирдавс вай ман ба мактаб мерафтам. умар ҳам ба хона ҳанӯз наомадааст. чизе мехостед? шуморо гӯш мекунам. шикоятатро пас мегирӣ санам. янгаи фирдавс чанд бор ба шумо гӯям, наметавонам, мумкин нест. чӣ хел будани доғанро ба шумо чанд маротиба гуфта будам. илтимос санам, илтимос маро ба ҳолам гузоред. санам, инро барои ту доған равон кард. дар дарунаш чӣ навишта шудааст намедонам. гир. مادر احتیاط کنید آقای تیمور. آهسته. احتیاط کنید آقای تیمور. مادر جان خوب هستید؟ احوالشان خوب است انشاءالله. خدایا شکر. خدایا من در کجایم؟ و من چی شد؟ مادر جان چه حال داره؟ یکان جایتان درد میکنه؟ مادر جان خوب هستید؟ خوبم، فقط سرم چرخ میزند. مادر جان اکنون مرا دارید. آهسته. از اینجا برایم. نترس حلیمه نترس. حاضر تو رو میبرونند. санам боз модарамро наранҷонӣ. агар модарамро наранҷонӣ ба ту сирамро нақл мекунам. ба ту кӣ бадӣ кардааст? сабабгори ҳама балоҳое ки ба сарат омадааст кӣ аст мегӯям. агар модарамро ранҷонӣ дар пешат як дарахт мебурам. дарахтҳо хеле чиз пинҳон мекунанд санам, лекин хомӯшанд, доған. خدایا توبه. دوغان میدوند. янгаи фирдавс آهسته‌تر. احتیاط شوید. آهسته مادر جان. آهسته‌تر. خدایا چی شد با من؟ خدایا مادر جان خوب هستید؟ یگان جایتون درد میکند؟ من خوبم دخترم. زود به بیمارخانه میبریم. حاضر. باید معاینه کنیم. آهسته‌تر. احتیاط شوید.
نتوانستم خانه‌ام در درون تو بوی پسرم است. میدونم خاطره هایت در داور باشد هم، لیکن تو خانه پسری من هستی. به تو ایستاده نتوانستم. سنم، یعنی قرارت رو دادی، شکایتت رو پس میگیری همینطور نه؟ بیا دخترم به خانه درو. اینجا شین دخترم. میدونستم که احوال مادر رو میفهمی. تشکر دخترم. ایستو یک تو قهوه کنم، یک جای می نوشیم و چیکار کردنم رو فکر میکنیم. من اینجا برای درختم این سیرم رو به مانند دیگر سیرهایم در درونت پنهان میکنی و من رو میکشم و از او تا ابد خلاص مییابم. اکنون برای به سرمه رسیدن یگان مانعی نمیماند. خدایا توبه. درخت نمیدر آمدم به این خونه، لیکن نتوانستم. بوی پسرم مرا کشید. انا قهوه تیار. پسر شما مرا داغنی شما کشت، حیاتم رو سیاه کرد، از مردن هم بدتر کرد. همین خیل میکنم که در حبس عذاب کشد. همه دلیل ها رو پیدا کرده به پلیس میدهم. وای داغنی شما را در حبس خانه میپسونم. وای حیاتی من رو سوزان، من حیاتی و اینا میسوزانم. فهمیدید؟ پسرم را از من ربودن نمیگذارم که یک تاری مویش کم شود. آقای تیمور، شما نمیشودید من در اون چاه میمردم. به خدا قریب دیوانه میشدم. این خوبیتون رو چطور برگردانم؟ مرا نجات دادن. نامتون رو تیمور گفتید؟ بله مادر جان. مرا مادر جان میگوید. دیدید تربیه رو؟ من همیشه زنان همسین سال مادرم رو همین خیل میگویم. همین خیل تربیه گرفتم از والدانم. خدا رو شکر یانگای حلیمه، حالشون خوب است؟ خدا رو شکر خوبند. بیا به خانه رویم. روی بعضی ها رو دیدن نمیخواهم. آن همینجا، در اینجا.
درخت دوغن این است. رفتیم مادر جان، با دقت راه بردیم. مرا سر احتیاط شوید مادر جان. من خودم راه گشته میتوانم. تشکر پسرم تیمور. سرما دخترم تو مون. ما خودمون میرویم. آقای تیمور رو به خونه دعوت کن، خوراک میخوریم، صحبت میکنیم. خیر، خدا حافظ. خدا رو شکر. خیلی جوان مردی خوب است، آدمی با فهم. رفتیم با ماشین شین. مرحمت. نمیدونم با شما چقدر تشکر گویم. آسان وعده دادتان را بجا بیارید کافی است. بیمارخانه را نشان نمیدهید مگر؟ ها بله البته. مرحمت. دوغن چرا این کارا با من کردی؟ چرا؟ کلی زود. سرده گفتم من این ها رو با پلیس ببرم. سرده نمیدیم سری من دوغن شما رو میپسونم فامیده. نرس نمیگذارم. خانم رو میپسونم فامیده. نمیگذارم. پسرم کاغذهای تو رو به هیچ کس نمیدهم. غم نخور جان مادر. سرهای تو رو هیچ کس نمیفهمد. هیچ کس به پسری من دست رسانده نمیتواند. هیچ کس. تشکر خانم سرما. نمیارزد. از روزی که به محل آمدم خودم را تنها حس میکردم، لیکن باور کنید با شما شناس شده به خود آمدم. برای انسان از دوست خوب بهتر چیزی نیست. رفتیم. باز اگر آن دوست زیبا و با فرهنگ باشد. نتیجه تشخیص های بیماری اتاق ششم را میتوانم گیرم. مرحمت. چی شد آقای عمر؟ با سنم گپ زدید؟ وای هنوز فرصتی موافق نآمده است. مرحمت آقای تیمور. اتاق بیمارون رو هم بینیم. پسرم کاغذهای تو را به هیچ کس نمیدهم. غم نخور جان مادر. سرهای تو را هیچ کس نمیفهمد. داغنی من با تو چیکار کردن؟ چقدر تو را عذاب دادن؟ تو را بغیر از یک درختی خشک دیگر هیچ کس نمیفهمید. وای کاغذ رو به من نمیدیم. ده گفتم ده. خوندید؟ نگاه کنه در اینجا چی نوشته شده است. گوش کنه پسرتون چی کار کرده است. درختم عمر رو زنده نمیمونه. سرما از من میشود. درختم یک بازی فکر کردم که حتی شیطان حیران میشود. سنم یک دیوانه است. اینها رو پسر شما نوشته است. پسر شما. اینش رو خونه. درختم امروز سنم رو از خود کردم. تجاوز کردم. من خستم رو گرفتم. اینها رو پسرتون نوشته است. با دست خود نوشته است. از خود میفخرد. منو از خود کرده بس این مرگ روان کرد. میفهمه و خود از پس سرما میگردد. او من رو کشتنش رو یک به یک نوشته است. خانت
اگر رومی است لعنتی خدا زدم کاش که میموردم خدا جا چی کار کنم پسرم ماما دید سلام وای حیاتی من رو سزون من حیاتی وای رو میسزونم فهمیدید و شبه پلیس میروم سردید سلام نه نمیمونم سردید گفتم نمیروی شد اکنون با پسرم هیچ کس کاردار شده نمیتوانم شد تلفنش خاموش است شاید در مکتب است آمدید خانم همشیره بله آمدم احوال بیماران چه خیلی است بد نی آقای عمر همه خوبن باز یک بار بینیم الف چشمانت رو کشو جا نکن اگر با تو یگان حادثه شود من چی کار میکنم به تو زندگی کردن نمیتوانم تو رو خیلی دوست میدارم میدانم جا نکن تو همه رو دوست میداری چه خیلی که نباشی تو رو ترک نمیکنم هیچگاه تو مردنم در نزد میستم تو رو نگاه و بین میکنم آقای دکتر گفتند که همش خوب میشود همین که از بیمارخانه بر اومدی و پدرم میگویم که توی من رو گذرانند چشمانت رو کش و جا نکن با شما چی شد آقای تیمور؟ یک زخمی کهنه خانم سرما بیایید اگر خواهید با اتاقم درویم یکون چیز نوشیده آروم میشوید رفتیم مرحمت نشینید من دکتر سرما عدلی 2 قهوه فرستید تشکر اون جوان را دیدم و گذشته‌ام به یادم آمد میدانید خانم سرما من هم به دختری عاشق بودم دوست داشتم الیف نام داشت او را دیوانه‌وار دوست می داشتم ما باید خانه‌دار می شدیم لیکن میدانید چه شد واقعی غیری چشم داشت واقعی که چون کارت به سینه هم خلید محبوبه من به دوستی از همه نزدیکم به شوهر برآمد باز محض همان روزی که من به او لباس عروسی خریده بودم الیف من گفت تیمور من شوهر کردم بله همین طور گفت شوهر کردم لال ماندم نه انیخترش همان وقت مردم تمام شدم میفهمید تمام شدم نفهمیدم ما با سنم خانه داشتیم مرحمت خانم سرما من برای او را فراموش کردن به اینجا آمدم برای در اینجا یک حیات نو برپا کردن آمدم که زخم دلم را با دل یگان کسی دیگر دوا بخشم ببخشید شما را هم زخم کردم نه تنها حکایتان خیلی غم انگیز سردت گفتم تو خیال کرده که من تو رو اجازت میدهم اگر لازم شود میمورم ینگه به خود شما دیوانه شدید دیوانه به شما کاغذها رو نشان دادم کارهای کرده پسرتون رو فهمیدید من رو کشوید نگاه کنید به چه احوال آمدم التماس من رو کشوید هیچ وقت چی کار کردنتون رو میفهمید سردت گفتم کشوید دمت رو گیر بیهوده جان نکند
من حاضر بر میگردم. مرحمت. باز شما رو انتظارم آقای تیمور. از شناسایی با شما بر این کسی سخاوتمند خیلی خوشحال شدم. مادرم شما رو به خانه دعوت میکنند. البته با جان و دل. مادر شما را من هم دوست داشتم. باور کنید در این خیلی وقت و زمان کس به آدمان خوب و باوریناک احتیاج دارد. برای التفاتتان تشکر خانم سرما. خدا یارتان. خدا حافظ. سنم دخترم. سنم عمر پسرم، سنم در خونه نیست مگر؟ تلفن نتونم جواب نمیده. از مکتب هنوز نامده است به فکرم. من از مکتب اومدم و در اونجا نیست. سنم با کجا رفته باشد این دختره؟ می آید ینگه، هنوز بر وقت است. با مغازه رفتگیست. اگر اومد به من خبر رسون. میلش پسرم. میلش. الو پدر، شما هستید؟ خوب هستید پدر؟ کی می آیید؟ شما رو خیلی یاد کردم پدر. بابایم خوب هستند؟ خدایا هنوز صحت نشدند؟ پدر اگر از دستم یگون چیز آید به بابایم سلام مرا رسانید. به خدا امانت پدر. خدایا توبه. سنم نخود. با داغن گپ زدم. امروز روز واخوری نبود. ما با تلفن گپ زدم. میدونی چی گفت؟ گفت که سنم شکایتش رو پس گیرد، مرا از حبس برارد، با او خونه دار می شوم و گفت که به هیچ کس نمی گویم، بین ما سر می ماند. گفت گوش کن دخترم، به نزدیک نبیره دار می شوم. بیا دخترم، بی عقلی نکن. کار شدگی شد، اکنون زندگی توی و عمر و داغن نسوزد. می گویم دخترم. چی گفتی؟ اصلا میمونم و با پسر شما خانه دار نمیشم. اصلا فهمیده؟ با اون لعنتی هیچگاه خانه دار نمیشم. حالا همین دور یک روی میکنی مایلش. این خیل باشد من هم یک روی میکنم. یا که تکلیفی مرا قبول میکنی یا تو را میکشم. یانگای فیردوس، یانگای فیردوس، یانگای فیردوس. لبای پسرم اومد. این مکتوب را به سنم شما دادید؟ نه پسرم، من از هیچ چیز خبر ندارم. چی مکتوب بوده است؟ غمی سنم را میخورم یانگا. این مکتوب را از خانه یافتم. شما او را ندیدید؟
نه امروز رو ندیدم. خدایا با کجا رفته میتواند؟ مایلش سلامت باشید. اوه دختری من برای مادرش چای دم کرده است. سلامت باشی. ها سرما دخترم خوش آمدی. خوش باشید مادر جان. سعیده تو با حجره درو کنی، من با اپات کمی گپ دارم. خوب شده است مادر جان. خوش آمدی اپا جان. خوش باشی. بیا دخترم گذشته شین. سرما به من گوش کن. تیمور به من محقول شد. با خدا با یک هنرپیشه سینما مونند. باز آدمی با مدنیت. به تو هم محقول شده؟ میدونم محقول شد. من از چشمانی تو میفهمم دخترکم. چه ها میگویید؟ اول اینکه از کدام اولاد است نمیدونیم. دوم با خنده و صحبت کار حل نمیشود. فهمیدید؟ سوم اینکه من دختری بی سواد نیستم. میفهمید مادر جان؟ تو امروز چه تصمیمی که درباره من گرفتید تنها فکری خودتون رو کردید. نه اینکه فکری من رو کسی رو یافتید که به شما معقول است، نه اینکه به من. فهمیدید؟ با فکرم دوامش رو گفتنم لازم نیست. التماس این موضوع رو محکم کنید و دیگر تکرار نکنید. چی گپ شد؟ هیچ چیز نشده است. خوش آمدی حمزه. با دخترم گپ میزنید. مایلش گپ زنید. تو همه گفته های مرا فکر کن. مایلش دخترم. مادر و تو خوراک آوردم. بیا کمتر خور. خودت میدونی یک روی میکنی کردن گیر. من هم یک روی میکنم. یا گفته پسرم رو قبول میکنی یا تو رو از اینجا برآمدنی نمیمونم. ایستا با هیچ کجا نمیروی. ایستا سنم. اوه خدایا سنم. من تو گفتم که با هیچ کجا نمیروی. یک لحظه تو رو ممکن نگاه کن جیانم. ببینم سلام نداده میگذاری. ببخشیدم که قربان سنم رو میکوبم. بیا اول به داخل بیا. آقای دکتر بیا. درا خوش آمدی. صفا آوردی. حمزه گوش کن چی میگویم. گپ زن. یگان دختر را از عائله خوبی و بد زود خاندار می شده است. تو چی ها میگویی؟ به خدا از مو دیده عائله خوبتری در این محله نمیوبد. دخترمون هم دکتر وی هم خواندگی است میگویند. اگر خواهد سرما را فکر نکرده میدیم. همین طور نیست؟ تو چی ها میگویی حلیمه؟ با فکرم بچه ها افتیده عقلت را هم افتاندی. دخترمون رو میدی کیست وی؟ حمزه درباره جوانی گپ میزنن که حیاتم رو نجات داد. آقای تیمور خدایا با سرما به یکدیگر چنان مناسبند که. صبر کن حلیمه.
وای آدم از کجا است، پسری کیست وای؟ هنوز نمیدانم. دانم چی می شود حمزه؟ به فکر من این خیل آدم دیگر به محله نمی گوید. از دست ندهیم می گویم. حلیمه، این لباس ها را برای طلبه های مکتب می دوزند. در تئاتر اسکر می شوند. جنگ چنکله را بازی می کنند. کودکان این وقت خیلی با عقل هستند. انشالله تقدیر در راهشان آب می پاشد و آنها به این کشوری مظلوم بخت می آرند. آنها کودکی بگناه هستند. محافظت کرده شدند. جانی را که محافظت میکنی به درویگی نمی شود. برای همین در باطین چه خیلی که هستند ظاهرم همین خیل می باشند. نگاه کن، اکنون نمایش تئاتر میکنند. خرسک میزنند برای آنها. رگهای رقابتشان بیدار میشود. امروز به مانند خود نیو، به مانند آدمانی خرسک زن میشوند. قربانت شوم. آنها زودتر کلان شده، قهرمان شدن میخواهند، مثل قهرمان های صحنویشان. اکنون به من بگوی که این خرسک ها تا کی دوام میکنند؟ تا از صحنه برآمدند. انا حیات این دنیا برای دنیای دیگر یک صحنه است. در اینجا به انسان خرسک میزنند. انسان فریب میخورد، نمیداند که وی امانت است، یا اینکه فراموش میکند که در اینجا او را از بالا دیده ایستادند. از قلبمان چیزی که میگذرد دانسته شونده است. اما این نمایشات تا دروازه قبر است. وجدان انسان فانی است، لیکن فانی بوده را نمیخواهد. بی قوت است، بی قوت را نمیخواهد. هیچ کس است، لیکن حیاتی به آخر میخواهد. یک جایی میخواهد که کسی خلل نرساند. جایی راحت و شفقت، حرمت و عزت مثل جنت باشد. مگر این از روی وجدان است عزیزم؟ راستم که قربان، خوب میگویید. لیکن آخر این دنیا چی است؟ این دنیا هیچ است؟ این دنیا قدر و قیمتی ندارد مگر؟ این دنیا 3 روی دارد. روی یکم روی زیبای آفریده را نگاه میکند. این آینه زیبای روی او است. روی دوم آخرت را، قیامت را نگاه میکند. برای آدمی با اخلاص این رویش مثل زمین است. در اینجا کشت و کار میکنی، در آنجا حاصل میگیری. روی سیومش باشد، دنیا به خودش نگاه میکند. فانی است، می آید و میگذرد. نه دوست داشتن لازم است، نه عاشق شدن. اگر هم عشق و هم دوستداری در این طرف باشد، پس همین آن طرف را هم باید خورد. جوانی میگویی و من دیگر پیر شدم. مال و ملک گویی، غیر از یک پارچه کفن دیگر چیزی مگر میبری؟ زیبایی گویی، حاضر زیبا بعد از 50 سال که گذشت از تو چیزی میماند؟ آیا همین طور نیست مگر؟ یعنی به نزد لیلا نیامد که قربان؟ لیلا را که زیبا کرده است مولا نه مگر؟ یا به نزد زیبا یا به نزد کسی که زیباگی را داده است. علمی خیر جانم، اگر به سوی لیلا به مولا روی یک خالگی میبینی. نه زیباگی لیلا گم میشود، نه لیلا انسان را ترک میکند. اما که قربان چنان گپایی میزنید که دست و پای کس شخ میشود. برای چی شخ شوند؟ تو آدمی درست شو، از محور حقیقت نبرو. وقت راست نمی رود، دعو زده می آید. امروز به تو ماتم می نماید، پگاه توی می شود خدا خواهد. لیکن از حقیقت کسی روی می گرداند چون چرخ گردان است، عاقبت باز به ترازی حقیقت می افتد. یعنی حاضر من قربانی دبها را می داند که می گوید عزیزم، قدر ندارد. لیکن دان که من از بزرگان خوانده به تو نقل می کنم. به همین نیت گوش کن، گوش کن، انشاءالله خدا به تو راه برآمد را نشان می دهد. وگرنه این دنیا خیلی ظالم است، برای یک انگور 1000 لگد می زند، بیرحمانه می زند. تو دعا کن شد، دعا کن همه دروازه ها باز می شود. دعا کن، فقط دعا کن پسرم. عمر پسرم، سنم آمد؟ نه آمده است؟ در کجا باشده؟ چیکار کنم پسرم؟ خیلی زیق هستم.
هر وقتی که یگون چیزی بد شود همین خیل می شود. خیلی می ترسم عمر، خیلی می ترسم. صدیقه تو با کی گپ میزنی؟ هاشم سنم در هیچ کجا نیست، با سرش یگون چی آمده باشد. صدیقه با من درباره سنم گپ نزن. آخر دخترم است. مایلش حضرت رو به بیمار خونه میبرم، نبیرم رو نجات میدهم. خیز نبیره حکم، نبیره جونم رفتیم. انا این نتیجه های تشخیص. تشکر. کمک کنید، نجات دهید کودک رو نجات دهید. التماس میکنم خودیر نشوید، همش نفس کودک رو نجات دهید. ایستید با اونجا ممکن نیست. خانم فردوس، خداوندا من تنها با روزگی تو زندگی کردن میخواهم، کاری را که راضی نیستی کردن نمیخواهم. خدا جان به من دل دادی، دوست داشتم، عاشق شدم. خدا جان به درون دلم آتش عشق افروختی، آن آتش دلم را سوزاند، خیلی سوزاند. خدا جان هر یک عشق از امتحان میگذرد. خدایا عشق من میگذرد، میدانم. صبرم ده خدا جان، به من قوت ده. امید. الو چی؟ حاضر می آیم. همشیره سنم در کجاست؟ خانم سنم کودکش رو گم کرد. چی؟ حاضر رو در کجاست؟ در کدام اتاق؟ آن کس نیستن، از اینجا رفتن. با اون کس فهموندم که ممکن نیست، اما گوش نکردن. گفتن که به شعبه پلیس میروم. با پلیس؟ الو ینگای صدیقه، سنم به شعبه پلیس رفته است. بیا. مرحمت. شما را دیدن میخواهند آقای کمیسر. مرحمت خانم سنم. شکایت دارم کمیسر، از آدمی که حیاتم رو سوزانده است شکایت دارم. انا این نامه ها سنم یک لحظه آقای عمر. داغ نداری، مرا تجاوز کرده، حیاتم رو سوزاند. داغ نداری. من میخواهم که در حبس باشد. التماس تنها موضوع رو فهمونید. سنم شد تمام همش خوب هستی دخترم؟ چی شد با تو دخترم؟ سنم چی شد با دخترم؟ آروم شوید مادر جان، آرام شوید. دخترم چی شد با تو؟ مادر جان بس کنید. در خانه باغدار کسی که مرا تجاوز کردن داغ ندلی میباشد. فهمیدن نامی بای حرامی داغ ندلی میباشد. چی ها میگوی دخترم؟ تو چی ها میگوی؟ در اختم این روز شدیدی سنم شدم و تجاوز کردم، انتقامم رو گرفتم. من رو زنده نمیمانم، سرما از من میشود. همین خیلی بازی آفریدم که حتی شیطان حیران میشود. مادر سنم دخترم
شد و اتاقتون در روی من جمع میکنم. بیا خواهرم. کجا رفتند اینها؟ کجا؟ علیا از تو میپرسم با کجا رفتند؟ حاضر میآیند تقا جان. انا اومدند. فکرت مادرت کجاست؟ بگو کجاست؟ خوش آمدی فکرت. چی شد؟ از تو میپرسم مادرت کجا رفت؟ مادرم در خانه عمر در نزد سنم. چی؟ در خانه وی عمری بیشرف؟ پدر بس کنید. بیشرف این ما هستیم. ما عمر از همه آدمی با شرف دنیا است. تو چی ها میگویی فکرت؟ تو میفهمی چی ها میگویی؟ پدر کاری که ما کرده نتوانستیم عمر کرده است. من از شعبه پلیس میآیم. حقیقت معلوم شد. داغن سنم را تجاوز کرده است. عمر خواهرم را یعنی دختری شما را برای شرمنده نشدنش به زنی گرفته است و فداکاری کلان را در حق من و شما کرده است. پدر اکنون بس کنید. گپ نزنید. عمر پسرم این خوبیت رو چخیل برگردونیم. چقدر آدمی خوب بوده ای. به مانند تو آدم هست مگر در دنیا؟ همه باید جمع شویم. همه رو فهمونیم. باید از سنم جدا شوی. اکنون خاندار بودنتون لازم نیست. سنم هم به من گفته بود به مانند زن و شوهر نی و خواهر و برادر زندگی کرده اید. به سرمه هم میفهمونیم. هر دویتون رو آشتی میکنونیم. سنم به خود آید. همش خوب می شود. کودکش رفتانده است. باز این حادثه ها من به سرما می گویم. هم باز با سنم گپ می زنم که این کار را اکنون به آخر رسانیم. خودش هم این رو می خواست. سرما جواب آن را انتظار است. لیکن در این حالت نمی شود. سنم به خود آید خودش قرار می دهد. این خیلی بهتر است. این گپ باور کنید. راست میگویی پسرم، راست میگویی. یعنی سنم کودکش رو افتونده است. دخترم او رو دوای تو گرفت. باز چی هایی که به سرش نمی آید؟ مادر بس کنید. گوش کن حلیمه. دختر رو عذاب نده آخر. الو؟ ینگه حلیمه؟ تو رو گوش میکنم علیک. با سرما گپ زده میتوانم ینگه؟ با سرما چی گپ داری؟ به گفتنیم که عمر بیگناه است. تو چی میگویی علیک؟ بیگناه است. همین خیل. این رو با سرما گویی؟ مایلش میگویم. تو غم نخور. البته میگویم. شب خیر. چی شد مادر جان؟ چی رو باید گوید؟ وای در برای وی گپ میزند. آقای تیمور از آنها سرما رو پرسیده است. دخترم سرما گوش کن چی میگویم. سرما پگاه بگاه آقای تیمور رو به خانه دعوت کن. بیچاره در محله هیچ کس ندارد. مادر پگاه روز یاد بودی شهیدان چنکله می باشد. سربت در تئاتر نمایش دارد. به اونجا می رویم. خدایا من تئاتر رو دوست نمیدارم. واقعی چنکله شده گذشت. غیر از این من عمر رو انتظارم. عمر رو انتظاری؟ او با سنم گپ میزند. گپ میزند بعد تو با او خانه دار میشوی. مدرس این آدم بازیچه شده. مادر هنوز گپ نزده است. یعنی به من هم هیچ چیز نگفته است. حاضر فقط انتظار هستم. فهمیدید؟ اکنون مرا عذاب ندهید التماس. مایلش ما برای این گرفتن اجازت وزارت کشاورزی را انتظاریم. من در طرف شرق محله در اونجا. سرما گپ زده میتوانیم. یک لحظه آقای تیمور. بله تو رو گوش میکنم عمر. با سنم گپ زدید؟
احوال سنم حالا خوب نیست. باز یک چند روز فرصت میدی؟ آقای عمر، با فکرم فراموش کردید که با من چی گفتید. برای جدا شدن کودک رو بهانه کردید. اکنون کودک نیست، یعنی بهانه نموند. اکنون برای زودتر تصمیم گرفتن یگان چیز شما رو مانع نمی‌کند. همین طور نه؟ مایلش گفته‌ات میشود. باور کن این را هر سیمان میخواهیم. گوش کن، یا خطا کردم یا کردیم. التماس این دفعه در محور حقیقت مانیم. همگی یک چند روز التماس. برای چی در این کار من باشم هر خیل گپو میشود و دیگر کس باشد هیچ چیز نمیشود. با من این خیل بازی نکنید آقای عمر. حقیقت رو گپ زنید. سرما. ببخشید آقای تیمور. بله آقای تیمور، شما رو گوش میکنم. چه گردن بندی زیبا. اگر رد نکنید برای شما گرفتم. اما قبول کرده نمیتوانم. برای هدیه‌تان تشکر. التماس میکنم منو نرنجانید. این به شما خیلی میزیبد. نمیتوانم. بگذار در روی میزتان ایستد. فکر میکنم که تصمیمتان عوض میشود. خوش باشید خانم سرما. تو این را قبول میکنی سرما؟ بگوی قبول میکنی؟ قبول نمیکنم عمر. تنها این حکایه بی آخری تو رو زودتر به انجام رسانیدن میخواهم. دیگر صبر و طاقتم نمانده است، میفهمی؟ گوش کن، التماس با من گوش کن. اگر گوش کنم باز همون حکایه معقولت رو سر میکنی عمر. در وقتی دانشجوی بودنمون خیلی زیاد گپ میزدیم. شیطان خیلی فکرهای خوب میدید، همین طور نه؟ اکنون در یک دام نهفته میگویم. دیگر وقتم رو برای تو صرف نمی کنم. ببخش، بیمارون رو خبر گرفتنم لازم. خوش آمده حلیمه. خوش باشی فردوس. شب خوابم نبرد. همه وقت تو رو فکر کردم. آه فردوس بیروزی. رحمت گذار. سنم دخترم بیا یگان چیز خور. تشکر مادر جان. عمر به سرما گفته باشید. این چه خیلی نشود؟ این خیلی کردن گیری از پای میافتی. کنی گیر خور دخترم. مادر چیکار میکنم؟ با فکرم گفته است، نگفته باشدم او شنیدگیست. چیکار میکنم؟ عمر با سرما خانه‌دار میشد، من چیکار میکنم مادر؟ خدا بزرگ است دخترم، همش فراموش میشود. به خونه میروم مادر. آه داغنی بدبختی من. تو رو خیلی عذاب دادم. حیف شد بچه. او رو خیلی دوست می داشتم. سبب همش عمر است. همش برای او شد. و محله اومد نه دختری مرا راحت گذاشت نه پسری تو رو. کارو بارش همین. باز او را آدمی درست میگویند. به خدا خیلی عصبی میشوم. به همش عمر گناهگار. داغم رو چقدر عذاب داد. تو را هم خیلی عذاب دادند خواهر. این عدلی ها ما را دوست نداشتند. نه تو را دوست داشتن نه مرا.
به خدا به تو حیرانم فردوس. پسرت رو از دستت گرفتند، از دهانت نانت رو گیرند، هیچ چیز نمیگویی؟ تو رو نموندن که به خانه درویی. اگر با من این خیل میکردن دنیا رو به سرشون چپه میکردم. میلش نباشد، من رفتم. امروز همه اویلت به تئاتر رفتنی، دیگر کار ندارد. تو را دوست میدارم، برای همین میگویم. میلش، من رفتم. این خیلی راست نیستم. چنکله رو نمیگیرن میگویند. گرفتن نمیتوانند. از چنکله نمیگذارند. از چنکله نمیگذارید. ثروت، یک طرف است من گذارم بسرم. نمیگذارید. با این خیره نگاه کنید. ندیدم در این دور زمان پول باشد شد همه چیز را گرفته می شود. از دلت هم دست میکشی. تو با من درباره پول گپ زن ثروت. پول یک طرف است. راه ده چی شد دخترم؟ چرا بازی نمی کنی ها؟ جان ای بابا. پدر، شرمنده شدیم در همه جا. هاشم خاموش. وعده دادی که گپ نمیزنی. گپ نزن. چرا به ما نگفت؟ چرا پنهان کرد؟ اگر میگفت گوش میکردی با دردش دوام میافتی. میلش، از عمر جدا نمیشد نمیماندم. صدیقه، سنم جدا شد. وای آقای تیمور از کو؟ هاشم میلش جانم، میلش شوخی کردم شوخی. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. сурма خانم سرمه، مرحمت، شما را تا خانه‌تان میبرم. تو азоби кашидаи маро каш умар. чизе ки ҳис кардам ҳис кун. баъд маро мефаҳмӣ. медонам ки кори кардам хуб нест. бале медонам. аммо мехоҳам ки дар оташи рашк бисӯзӣ. худоё, ман чӣ кор мекунам? иншоаллоҳ ягон хатогие намекунам. تشکر خانم سرما، مرا سرفراز کردید. وای، من در اینجا میفرایم. برای چی؟ من میبرم. التماس، فرامدن میخواهم. به این هم ماشین سواری رو خوش ندارم. خانه‌تان در اینجا است؟
التماس اجازه ده تا خانه‌تان برم. التجا میکنم. سلام. سلام. عمر برای همش منت دارم. تو از همه انسان خوبی دنیا هستی. حقی تو رو چخیل میدیم. با خانه پدرم میروم. پگاه کارهای جداشوی رو شروع میکنیم. برای صبر کرده تشکر. سلام. اما جون ما میرویم. نمایش ما رو تماشا کردن نمیخواهید؟ مگر تماشا نمیکنم؟ بازی رو من انتخاب کردم، به تو نقش دادم. من دادم، فراموش کردم. میدونم اما جون، البته میدونم. میگویم خم نخور. ثروت بیا میرویم. رفتیم بیبی جون. خیر اما جون. رفتیم. تو اگر خواهی دم گیر دخترم. یعقوب گفت نخواهد نباید. تشکر مادر جون. مایلش. بابایم نمیروم بیبی جون. به قهوه خانه رفت. کارم هست گفت چی کار داشته باشد نمیدانم. کنی میرویم. رفتیم. این عدلی ها تو رو خور کردند داغن. حیات من رو سوزاندند. تو رو خور زور کردند. برای همه این جواب میدهند. سنم پسرم رو تو سوزاندی. جوابش رو میدی. اگر شکایتت رو پس میگرفتی، اگر با پسرم خونه دار میشدی، اگر پسرم رو ترک نمیکردی، این واقعه نمیشد. اما تو خواستی پسرم رو نابود کنی. من هم تو رو نابود میکنم سنم. تشکر. خانم سرمه، ما می توانیم به زخمهای همدیگر ملهم شویم. احساس کردم که دل تو هم زخمدار است مثل دل من. ما با همدیگر خیلی مانند هستیم. تو را خیلی جستم، باور کن. تو را خیلی جستم، نهایت پیدا کردم. سبب اساسی در این محله ماندنم این تو هستی سرمه. این محله را برای تو شده دوست داشتم. ایستا می توانی تو جواب ندهی. تنها میخواستم که تو این را دانی. اگر تکلیفم را قبول کنی گردن بندی دادم را و گردنت آویز. من میفهمم. دخترم شما رو دیدم. آفرین به سرمه. برای چی او رو به خونه دعوت نکردی؟ مادر التماس سر نکنید. گپ زن، فکر نکن که نمیفهمم. تو هم او رو دوست میداری همین طور نه؟ او به تو چی گفت؟ مادر خدایا من به تو چی گفتم؟ یگون گپی بیجور زدم مگر؟ لابای کاری به من ده؟ ینگای صدیقه. گپ زن صدیقه. فهمیدم. مایلش ما هم میاییم. خداحافظ. مادر به شما چی شد؟ هیچ چیز نه؟ الو؟ هاشم؟ چی شد؟ چی میگویی؟ مایلش میگویم. مایلش میرسونم. هاشم به همتون سلام میگوید. مادر جان چی شد با شما؟ این چی نغمه بازی؟ چی خیلی باز نغمه بازی؟ هیچ چیز نشده است؟ حلیمه به خدا که هیچ چیز نشده است حمزه. گوش کن. امروز در مکتب بچه ها نمایش دارن. ما را با اونجا دعوت کردن. زودتر تیار شو میرویم. خدایا چیکار میکنیم در اونجا؟ تئاتر بوده است. مادر جان امروز یک روز تاریخی است.
намоиш дар бораи ҳамин. агар духтаронам бо хоҳиши ман хонадор шаванд, ана он рӯз рӯзи таърихӣ мешавад барои ман. фаҳмидед? алима, тайёр шав. хуб шудааст. майлаш. фикрат ту ҳам ба бачаҳо ёрӣ расонд? الف کنی اینجا بیا دخترم. چی شد به تو؟ خیلی در هیجان هستم استاد. یک نفسی چقور گیر. با صحنه برآمدی، تماشابین رو نگاه نکن. مایلش فکر کن که تو مادر هستی، پسرت جنگ میکند، برای دیدن او آمده. آخر میترسم استاد. نه ترس الف، همش خوب میشود. اکنون رو. سلام سلام اسکرهای من. خوش باشید اسکرهایمان. لباس هایتان را آوردم. سراسیمه نشوید، به همه‌تون میرسم. سلام بچه ها. حالیما با تیاتر میروه؟ بله با تیاتر میرویم. ای راستی با تیاتر میروه؟ بله. ما هم با تیاتر میرویم. رفتیم امرو. چی خیل هستید؟ خوب هستیم. آقای هاشم. آقای تیمور سلام. من یک خانه میکابم برای خریدن. شما را توصیه دادم که شما این کارها رو خوبتر میفهمید. آدمش رو یافتید آقای تیمور. کسی گفته است راست گفته است. من کارچلانی خوبی این محل هستم. این محله رو از من میپرسد. شما فقط پول را گپ زنید. پول را. مسئله پول آسان است. کاری آسان باشد در این دنیا همه کار آسان است آقای تیمور. چه خیلی که میگوید در این دنیا پولت رو نگاه کرده گپ میزنی. رفتیم با شما یک خانه رو نشان میدیم. معقولتان میشود در این محله تنها به من باور میکنند. نشان ده، خواهش میکنم. باز دیر نمانیم، رفتیم زودتر. برا خدا با تو حیرانم فردوس. پسرت رو از دستت گرفتن، از دهانت نانت رو گیرن، هیچ چیز نمیگویی. تو رو نموندن که به خونه ندارویی. اگر با من خیلی میکردم دنیا رو به سرشون چپه میکردم. کنی بچه ها آماده هستید؟ بله پدر آماده ایم. آماده هستند فکرت؟ همش خوب است، آماده هستند. بسیار خوب. خوش آمدید. خوش آمدید. نگاه کن شوهر تشکیلات چی شده است؟ کاش که سنم هم می اومد ینگه. کی سر می شود این نمایش؟ اوه زیق شدم. حمزه کاش که آقای تیمور رو هم دعوت میکردیم. من حاضر می آیم. عمر سرما مرا می بخشد. البته می بخشد. من با او گپ میزنم.
نمیخوام که او از من رنجد. تو زیغ نشو سنم، میبینی همش خوب میشود. راو بچه ها تو را در پس پرده انتظار. سرما با او گفتی؟ سرما برای چی اینقدر سراسیم هستی؟ ما با یکدیگر دین شناس نشدیم کو. چند سال باز یکدیگر رو میدونیم، هر دویمون یکدیگر رو خوب میدونیم، باز در یک محله زندگی میکنیم. اکنون دیگر در زیر تهمت نمیمونیم. کمی باز صبر کن التماس. باور کن من همون عمرم، دیگر نشدم. فهمیدم عمر، چی گفتن خواستی فهمیدم. میبینیم عمر، این بازیتون تا کی دوام میکند. میبینیم همین طور نی عمر. شام بخیر. سبب به اینجا آمدنم این لباس های نظامی است که برای بچه ها دوخته آوردم، یعنی برای بچه هایی که چنکله را بازی میکنن. لباسی نظامی دوختم. آنها از من خواهش کردن که به صحنه برایم. پرسیدم برای چی؟ گفتن حکایه چنکله رو نقل کنید، درباره قهرمان های چنکله معلومات دهید. من هم خواهششون رو قبول کردم، چون که گپ درباره شهیدهای چنکله می رود، مگر آنها را یاد نکرده می شود. حاضر من با شما حکایه را نقل می کنم که از بابایم شنیده بودم. هر باره که بابایم این حکایه را نقل می کردن از چشمانشون اشک می ریخت. شما شنید بچه ها، شنید، بذارید شنید تو هم شنید. این حکایه را با دقت همتون گوش کنید، هم برای شما و هم برای پدرانتون می گویم. قهرمان محمد نام داشت، او را محمد ساخی نیز می گفتم. وقتی که دشمن از یک طرف اناتولیا هجوم کرده می درآید، یعنی دشمن به وطن ما در آمدن می خواهد، محاربه سختی می شود. عسکران ما مردانوار می جنگند، آنها شرف و ناموس ما را حمایه می کنند، باید جزای این بی وجدان ها را دهند. انا در همین جنگ تن به تن محمد ما برای عسکران آب می کشند. الیف چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ آوازم معلمم، آوازم. چی شد؟ یعقوب نگاه کن، از هیجان زیاد آواز الیف گرفته است. ما رو ببخشید معلمم. بابای چیکار میکنیم اکنون؟ این قدر آدم اومده است. الیف بازی نکند این چی نمایش میشود؟ خدایا چیکار میکنیم اکنون؟ سنم ساقی چی هست امک قربان؟ گوش کنید بچه ها، اینجا جای جنگ است. در وقتش کسی که به انسان ها آب تقسیم کرد او را ساقی میگفتند. در همه جا صدای تیر و تفنگ، همه جا چنگ. صدای بلبلان در کجاست؟ صدای دریا در کجاست؟ با جای باران با سری کس تیر میبارید. محمد ساقی خزیده از دره برای عسکرها آب می آورد. مردم تشنه آب بودند. انا آقا من آب آوردم، قربانت شوم، آب نوش. میبیند که یک نفر تیر خورده است و آب میگوید. محمد ساقی دویده به نزدش میرود. آقا آب نوش، آب خنک نوش. یک روز در خندق‌ها آب تقسیم میکرد. یک آواز میشنود، یک آوازی که نمیفهمد. از بیرون خندق‌ها حیران میموند. صدای دشمن، چی گفتنی او رو نفهمیده است. میبیند که خندق دشمن است. صدا از طرف خندق دشمن می آید و حیران میماند. میبیند که تیرپرانی از طرف دشمن خیلی سخت. محمدی بیچاره حیران میماند، آخر دشمن خیلی دور است. لیکن دشمن یک بار تیر میزند، تیرپرانی میکند. محمدی بیچاره چی کار کرده نشه رو نمیداند. ناخست سخنانی مادرش به یادش می آید که او گفته بود من تو را به خدا به امانت می سپارم، نترس، وظیفت را اجرا کن. هر یک پسری آدم آب خواهد به او آب ده. در چه احوالی که باشد، کدام زبانی که هست، کدام ملتی که باشد، به او حتما آب ده.
محمد ساقی گپی مادرش را به یاد آورده. سخنی مادر است باید اجرا کنم میگوید. از خندق برآمده غلیده به نزد عسکری دشمن میرود. آمدم آقا، آمدم میگوید. آب میدهد. عسکری دشمن حیران میشود. یک پسری مسلمان به او آب آورده است، هم باز جانش را دریغ نداشته. خیلی حیران شده است. گریه کرده است. او را آغوش گرفته است. محمد ساقی گفته است به من اجازه ده برگردم. در همین وقت عسکرهای دشمن یک باره تیرپرانی میکنند. عسکری مجروحی دشمن باشد از جا یک باره میخیزد و خودش را پیش تیر میگیرد. نپرانید. این خیلی آدم باید زنده ماند. توسط همین گونه آدم ها این دنیا پابرجاست. محمد ساقی زنده مانده است اما که قربان؟ البته زنده مانده است. چخیلی که باباهایمون گفتند زیباگیش همین که حتی دشمن رحم کرده است و او رو نکشته است. به اینم اگر محمد ساقی زنده نمیماند دنیا نابود میشد، قیامت میشد. بچه ها شما هم مگر محمد ساقی نیستید؟ حاضر برآمده به صحنه به آدم ها آب تقسیم نمیکنید مگر؟ که نجات خیز این دنیا به مانند شما بچه ها احتیاج دارد. کنی نشان دهید چقدر دشمن از چنکلی نمیگذرد. نشان ده کنی نشان ده نمیگذرد. نشان ده. چی کار میکنیم؟ الف نشود این نمایش رو بازی کرده نمیتوانیم. همه جمع اومده است. کنی متن رو به من ده. سلام چی کار کردنی؟ الف نقش مادر رو بازی میکرده میتونه؟ من هم کمتر بازی کرده میتوانم. من بازی میکنم. سلام تو بازی میکنی؟ چرا نه؟ بچه ها پریشون نشوند. امروز روزی تاریخی است. همین طور نه؟ این کی تمام می شود حمزه؟ سر نشده چی خیلی تمام می شود؟ این طور باشد کی سر می شود؟ سر می شود. شد حاضر سر می شود. سر می شود حلیمه. سر رسی من نشد سر می شود. حسن بگوی با تو چی شو؟ هیچ چیز نشده است، همش خوب. شاید خیلی گرسنه ماندی؟ بله گرسنه هم ماندم. خیلی شکمم به پشتم چسبیده است. یک لقمه نان باشد که به دهان گیرم. طاقت کرده نمیتوانم سرجان، نمیتوانم. صبر کن، طاقت کن، التماس طاقت کن. به خاطر وطنم طاقت نکنم. در اینجا نیستید آقای تیمور خانه داریم؟ من بعدتر می آیم. معقولتا نشد؟ من بیشتر در نزدیکی محله شما می خواهم. مثلا در نزدیکی خانه دکتر سرمه. آنجا با من خیلی پسند است. مایلش میابیم. در این وقتی بحران اقتصادی مردم خانم را میفروشم گفته نوبت ایستادند. رفتیم. آقای هاشیم با مکتب به نمایش تئاتری نمی روید؟ حاضر وقتی تئاتر است مگر احمق؟ من تئاتر را دوست نمی دارم. با من فقط درباره پول گپ زنید. تئاتر بوده است. چه تئاتر آقای هاشم؟ وای نمیره من در تئاتر مکتب بازی میکند. در این خیل وقتی سرکاری تئاتر میفورد مگر همین طور نه آقای تیمور؟ هر دوی بی بیهایش در آنجا
سرمه خانم هم اونجا رفته است، آنها همه در اونجایند. خیر چی شد آقای تیمور؟ به تئاتر میرویم آقای هاشم، مرا با آنجا ببرید. تو از کدام شهر هستی شهموز؟ از دیاربکر سرجانت. نامی پدرم احمد. همه جوانان اولاد ما برای حمایت وطن برآمدند. عمک ابراهیم و برادر خردیم سلیمان در یمن. من و عمک عثمان در اینجا در چنکله هستیم. این وطن همه ماست. اگر جان دادن لازم باشد جان میدیم. اگر مردیم شهید میشویم. اگر نمردیم قهرمان جنگ میشویم. این مگر شرف بزرگ نیست؟ مردن از بی وطن زیستن بهتر است. تو از کجا هستی ادریس؟ من در طرابزان تولد شدم. نام مادرم فاطمه، نام پدرم باشد میرزا. وقتی که من تولد شدم مادرم نام بابایش رو به من گذاشت. در جای ما غیر از من 20 تای دیگر ادریس است. ادریس یکم، ادریس دوم، ادریس سوم، ادریس. حاضر از من نپرسید که من با اینجا چی خیل آمدم. از طرابزان با یک قایق نشسته آمدیم. ما دشمن رو به وطنمون راه نمیدیم گفته با اینجا آمدیم. حاضر از من نپرسید که من در اینجا چی کار میکنم. نمیپرسم ادریس، نمیپرسم. من دوتار منوازم. انا همین خیل. دشمن رو برعکس میداریم. بعد با آنها حمله میکنیم. با آنها میگویم که شما در وطن ما چی کار میکنید. کنی از اینجا برآمدن نیست شود. دشمن پرانه چر بچه ها پرانه نگذاره دشمن به وطنمون در آید. پرانه من جت را خیلی دوست میدارم آقای تیمور. پرسید که چرا؟ در مکتب معلمم به من نقش رئیس را داده بود. تنها یک جمله داشت: کسی که پول میدهد قند و نبات میخورد. این در حیات به من لازم شده. برای همین تئاتر رو دوست میدارم. امروز در مکتب عید بوده است. نه خود نرویم، البته میرویم. غیر از این امروز در صحنه نبیره من بازی میکند، او رو تماشا میکنیم. چند روز باز در صحنه نقش دارم گفته بیزار کرد. کنی بینیم امروز چه بازی میکند. انا بینید به مکتب رسیدیم. حسن اینجا با تو و با رفیقانت امانت. ما با دیگر خندق میرویم. فراموش نکن که از اینجا یگان عسکری دشمن نباید گذرا. نمیگذرد سرژانت. در رو برویشان نمیخیل راست میستند. از چنکله نمیگذرند. اجازت نمیدیم که گذرند. چنکله را نگاه میدارم. گوش کن حسن، حاضر حیران میشوی. میدونی کی اومده است به نزدت؟ کی؟ مادرت اومد. راست میگویی؟ البته راست میگویم. بیاید خاله جان، حسن در اینجا. مادر؟ حسن پسرکم، تو رو خیلی یاد کردم. من هم شما رو خیلی یاد کردم مادر جان. علیا این صنم است. برای چی به صحنه برآمد؟ شکری خدا سلامت هستی. برای تو رو دیدن از روحی دور آمدم. مادر جان با اینجا چه خیل اومدید؟ چما باز تو رو در همه جا میکوبم پسرم. از همه تو رو پرسیدم در کجا است حسنی من. یگان کس در کجا بودنی تو رو نگفت. شکری خدا تو رو یافتم پسرکم. مادر حسن پسرم، نگاه کن رمالچه نامزدت رو آوردم. این رو برای تو دوخته است. رفته این رمالچه رو به حسنم دید گفت من برای بلبل دوختم، با او برده دید. پسرم ایستو نخیز از جای نخیز. دشمن میوید.
آنها را به وطنمان راه نمیدین. انا بر شما انا بیسانم ای حسنم تیر خوردم مادر. ای پسرکم پسر جونکم ایستو زخمت رو میبندم. گیرید مادر ببینید بروی مالچه گل کشیدم. این رو با آیشه دید میلش. پسر جونکم حسنکم مادر جونم گرسنه در شکمم یک بریدن نان ندر اومده است لیکن تیر در اومد. مادر جون میشنوید بلبلون میسروین بچه ها بازی میکنن روی همه شاد است. جانی مادر گیره نکنید مادر جون گیره نکنید. بینید من گیره نمیکنم چون که شهید میشوم. خودتان گفته بودید برای شهیدان گیره نمیکنم. کسی که شهید میشود پیغمبرمون پیشواز گرفته و نزد خود میگیرد. به من کتاب قرآن میخونید که در راه خداوند گفته شهیدان رو مرده است نگویید آنها دائما زنده‌اند. من هم نمیمیرم مادر جون من همیشه زنده میمونم. پسر جونم اکنون وقتی رفتنم اومد ببخشید مادر جون دیگر نمیتوانم. برای من گیره نکنید مادر جون من نمیمیرم چون که من همه وقت زنده میمونم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پسرکم اون شیر بچم حسنم بیسانم حسنکم ما آمدیم نمانی باقی رسید. دیر موندیم آقای تیمور دیر موندیم. افسوس دیر موندیم. نه آقای هاشم در وقتش آمدیم. سلام سرما. سلام. چه خیلی بود از تیاتر. نبیره من همه رو قایل کردم اینطوری. تشکر معلمه. آفرین معلمه. خیلی خوب بازی کردید معلمه. من شما رو تبریک میکنم بچه ها. اکنون با داخل در آمد لباسهایتان رو عوض کنید. مالش رفتن بچه ها. تو پسرم رو نابود کردی. من تو رو نست میکنم. ینگه فردوس با خود بیایید سلاح رو پست کنید. من تو رو میپرونم. سردید گفتم. سردید گفتم. شما دیوانه شدید. سردید گفتم. سلام